دوستی بین دو خلق ازلی بوده، سالهای آخر شکل و مضمونی نو پیدا کرد. با سعی و کوشش سران دولت‌هایمان، رابطه‌های دوستی، اقتصادی و مدنی فرهنگی خلق‌های برادری تاجیک و ازبک روز از روز گسترش می‌یابد. مناسبت‌های همکاری امروز تمام ساحه‌های حیاتمان را فرا گرفته تا رفع مستحکم می‌گردد. با بخارای باستانی تشریف آوردن گروهی روزنامه‌نگاران تاجیک نیز از ثمرهای همین همکاری‌های دوستانه میباشد. مهمانان را فعالان مرکز ملی مدنی تاجیکان بخارا صمیمانه پیشواز گرفته، سپس در مدرسه نادر دیوانبیگی شهر باستانی واخوری صمیمانه برگزار گردید. در سالهای استقلالیت مملکت‌هایمان، روزنامه‌نگارانمان هم در قطار دیگر ساکنان کشورهایمان به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی سهم ارزنده دارد. در ساحه روزنامه‌نگاری و مطبوعات تجربه بای انداختند که امروز مبادله بین همدیگری این تجربه‌ها از منفیت خالی نبوده و من بعد هم تکمیل یافتن مهارت کسبی ژورنالیستانمان مساعدت خواهد کرد. این را از صحبت‌های صمیمانه‌ای که در سر یک پیاله چای که در اینجا برگزار گردید بر اعلی حس کردن ممکن بود. من بینندگان گرامی، هم صحبت نوبتی من بزرگمیر بهادر، روزنامه‌نگار که من چون گفتم از دولت تاجیکستان تشریف آوردن، بیاید حالا صحبت را با اون کس دوام میدیم. بزرگمیر، البته این یک خوشبخت‌ترین حوز دقیقه ها ساعت ها می باشد. بیاید کمی درباره، من فکر میکنم که شما بار یکم در بخارا هستید. میدونید وقتی که من بار اول در مقبره اسماعیل سامانی بودم، چون میدونید اسماعیل سامانی برند تاجیکان است، در پایکرهشون در مرکز شهر دوشنبه، رمزی دوشنبه، نه تنها دوشنبه، رمزی تاجیکستان است. شما خوب میدونید وقتی که من در مقبره در اونجا که این بزرگوار خاک شده از اونجا آمدم و بعد در پای پیاده رفتم، دیواری بخارا رو دیدم پایانتری باغ. میدونید انسان عجیب است، از گذشتن وقت پروا نمیکنه، لیکن وقت گذشت و وقت به تاریخ تبدیل یافت، خود به خود تشنه میشود به گذشته. همین خیلی یک طبیعت عجیب دارد انسان. من هم وقتی که در مقبره اسماعیل سامانی بودم تاثیراتم حالا با واژه ها ifade کردن نمیتونم، لیکن من یک چیز میگویم که ما با تمام دلیل، با تمام هستی هر بحث کنیم، هر حرف سخن کنیم، به یک نقطه برمیگردیم، نقطه دوستی. اگر دوستی نمی بود ما کجا اینجا بودیم؟ ما میدونید مناسبت از تاریخ میدونستیم. بله، ما تنها از کتاب ها میخوندیم، از آثار استاد عینی بخارا، مدرسه های بخارا. میدونید که پس همین دیوار جای های پایه‌ای به نام قدم های صدرالدین عینی رسیده است. پس همین دیوار بله، حتی اینجا زادگاه استاد عینی است. ببینید ساکتره در ساکتره. یعنی ما همیشه آرزو میکردیم که آنهایی که تاجیکستان رو ساختن، تاجیکستان امروز رو، همشون اینجا تولد شدن. بسیاری از اینجا رفته برای ما شش مقام بردن، صنعت بردن، ادبیات ساختن، برای ما کشور ساختن. و ما همیشه یک وابستگی روحانی، وابستگی بیواسطه نبود، لیکن وابستگی روحانی یعنی معنوی همیشه در دل ما بود و این وابستگی معنوی، رشته های معنوی که ما با هم دیگر میپیوست به واقعیت تبدیل یافت. ما با همین چشم سر ما در زندگی دیدیم و باید بگویم بله، هیچگاه باور کنید که باباهای من بودند آنهایی که با آرمان سمرقند بخارا گذشتند. من باری اول هستم در بخارای شریف. این سفر رو ما خیلی دیر باز انتظار بودیم و امروز خیلی تاثیرات عالی و گفتنی هم که با بخارا ما از کتاب ها آشنا هستیم، از تاریخ آشنا هستیم
ولی از نزدیک بار اول ما دیدن میکنیم. ببینید مهیرا جان، شما فرزند کوهستان از بدخشان میباشید و بار اول در منهمخ یک جاهای کهن حاضر سیاحت کرده ایستادید و وقتی که از منهمان ماشینایی که شما رو مازی پیشواز گرفتیم فر آمدید و منهمان دیوارهای قدیمه بخارا رو دیدید، چی رو حسیات کردید؟ منهمان تاریخ کدام منهمان اثرها رو پیش نظر آوردید؟ همون زمانهای پیش رو پیش نظری ما آمدند. واقعا از سومونی یاد کردیم، از استاد عینی یاد کردیم و از بسیار گذشتگان خود یاد کردیم و افتخار داریم که گذشتگان ما از همینجا هستند و سمرقند و بخارا این مرکز تمدن و فرهنگ مردم تاجیک است. در آینده چه نقشه ها دارید؟ البته بسیار میخواهم که این سفری من سفر آخری نباشد و باز با فرزندانم بیایم. میدونید من در یاد دارم که مادرم خدا رحمتی مادرم همیشه تاکید میساخت که باید ما حتما از بخارا و سمرقند دیدن کنیم و امروز من فکر می‌کنم روی مادرم هم شد است که ما امروز گفتگوهای او رو عملی ساختیم و بسیار میخوام که منم فرزندام بیارم اینجا بینن بخارا و سمرقند رو بینن و تاریخ قدیمی خودم رو باز از نزدیک با چشم خود بینن. بخارا مثل ارک‌هایش مثل مردمش خیلی چند زاویه است و هر کس به این یک مکان مقدس و برای ملت تاجیک معتبر از زاویه خود به آن وارد می شود. برای بعضی ها اگر آن قوت اسلام و دین باشد، برای بعضی ها اون مرکز ادبیات و تشکل ملت ما و فرهنگ ما است. برای من بخارا این یک شهر فرهنگی است. همه ما به بخارا مردم تاجیکستان توسط یادداشت‌های استاد صدرالدین عینی وارد شدیم و آن لحظه هایی که ما توسط ماشین ها به بخارای شریف وارد می شدیم، همون از برداشت های خود از زاویه خود به آن وارد شدن می خواستند. یکی همون کوچه های شناسش را می جوست، یکی همون مدرسه ها و حجره ها را، یکی دروازه شناسش را. بخارا تئاتر سنتی تاجیکان که قسمت اساسی آن را هنرمندان و هنرهای نمایشی بخارای شریف تشکیل می دادند و من امروز از اینجا همون اگر یک هوای ادب را، یک بوی آشنا را، یک جوی مولیان را جسته باشد، من در هر سر و از هر دیوار همون صدای سازنده ها را میشنوم. من صدای زنگ پای و دست آنها را میشنوم. به گوش من برابری از آن همون نقالان و همون مدهان می آید. بخارا وطن شش مقام بوده. در این دیار کهن بنیاد نمادهای دیگری نوازندگی و سرایندگی ملی تشکل یافته است. امروز در قطار شش مقام مشهور جهان گردیدن موریگی و نمادهای دیگری فولکلوری بخارا دلیل ردناپذیر این گفته‌ها شده می‌تواند. در حضور میهمانان استادان صنعت بخارا نمونه‌ها را از شش مقام و موریگی بخارا اجرا نموده خاطر میهمانان را بالیده گرداندند. بخارا برای ما عزیز است، همچون یک شهر تاریخی و وطن تمدن مردمانی که در اینجا زندگی میکنند. هر وقتی که من به شهر بخارا بیام البته یک احساس گوارای ما را فرا میگیرد، چرا که ما همچون تاریخ شناس با نمونه های خیلی کهنی ایجاد کرده مردمان این سرزمین در اینجا
آشنا میشویم. و گمان میکنم که در چند سال اخیر با غیرت و سعی و تلاش دو پرزیدنت، پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت محترم امام علی رحمان و جناب عالی محترم شوکت میرزایف کارهای انجام شدن که خیلی با منفعت هر دو ملت است. میدونید من در بخارا بارها بودم و هر دفعه خیال میکنم که چیزی را ندیدم، نشنیدم، یا که برای ما تاریخ شناسان هر نگاره یک رمز خاصه است. گذشتگان ما عمر بیهوده صرف نکردند، هم دانش بزرگ داشتند، هم همون دانش بزرگ ریاضی و کیمیایی و بیولوژی و هر چی که داشتند در بنیاد همین عمارت‌ها استفاده کردند. می‌بینید هم از خیش سر کرده، ترکیب خیش شروع شده تا رنگ‌هایی که استفاده برده می‌شوند. تقریباً 7 سال یا 6 سال می‌شود که روابط بین خلق‌های ما از نو احیا گردید و از نو ما همدیگر را با آغوش گرفته و از نو با پیشروی‌های همدیگر شناس می‌شویم، از آن اظهار خرسندی می‌کنیم و همدیگر را به خانه همدیگر دعوت می‌کنیم و بسیار خوب است. من یک چیز رو روی راست گفتنی هستم که از آن که ما امروز سفر کردیم به شهرهای باستانی سمرقند و بخارا، من در سمرقند سالهای زیاد بودم، خیلی زیاد بودم، اما در بخارا امروز بار اول هستم و راست دیگه من شخصا همین به حجره ها نگاه میکنم، به همین دیوارها، به همین بناها نگاه میکنم، میگویم که همین بابای و بابا کلان های ما که در بخارا تحصیل میکردن یا در سمرقند تحصیل میکردن در کدام حجره زندگی میکردن. میدونید این یک حیثیت بسیار بزرگ تاریخی هویت ملی ماست، زیرا همین شهرهای تاریخی رسالت آن را دارند که مردم را تربیت کردند. از آنجا مردم با مشعل شمع، با مشعل علم و معرفت به محلها رفته آدمها را آموزاندند و اینک میدانید این تاریخ بسیار تاریخ بوی است، تاریخ غنی است. برای همینم هر شهرهای تاریخی امروزه سمرقند و بخارا در تشکل فرهنگ و در تشکل مدنیت و در تشکل تمدن تاریخ و تمدن خلق ما بسیار نقش مهم دارند. بینندگان گرامی، چنانچه من دیده ایستاده حاضر من در بین جوانان زیبا جوانان تاجیکستان روزنامه‌نگاران که من یک جای با دیگر روزنامه‌نگاران تشریف آوردن حاضر در همین جا نشستم و می‌خواستم صحبت را با آنها ادامه دهم. من اکنون البته خیلی شاد هستیم که امروز در بین کلانسالان من جوانان هم به بخارای باستانی تشریف آوردن و عموما به ازبکستان، چون که شما به سمرقند و دیدن سمرقند کردید، در اونجا در دوام 2 روز بودید، امروز دیدن بخارا کرده ایستادید و حالا که شما من چند ساعت حالا که بخارا را ندیدید، چون که ما شما را پاسپورت گرفتیم و من حالا مهمان دوستی کرده ایستادم، بگویید که من شما جوان باری اول به بخارا تشریف آوردید. البته نیت دیرینه شما می باشد، چون که من وقتی که با مهمانان در صحبت می شوم دائما همین سخن را تکرار میکنن که در دیر باز انتظار دیدن من خیلی یک زمین تبرک، ما بخارا را زمین تبرک میگیم، چون که هر یک وجب زمین این اولیاء
мебошад. биёед ки мана ҳоло шумо бухороро надидед, чунки пагоҳ ба сайёҳати бухоро мебароед ва бо дидани ман ҳамин ҳозир бинои зебо, мадрасаву манораҳое ки имрӯз дар инҷоро маркази шаҳраки кӯҳнаи бухоро мегӯянд, бисёр тарихи як бой дорад. ман ҳамон фикри шумо ҳозир, чунки ман медонам ки шумо рӯзноманигор аз тарих хабар доред, варақ задаед, тарихи бухороро хеле хуб медонед. ман ҳозир ҳиссиёти шумо ва ман он мадрасаву манораву нақшу нигорҳое ки ман котиба мегӯем ва ҳамон нақшҳои қадима ки инро ҳамон навистаҳо хаттотӣ, ҳунарҳои қадимаи хаттотӣ мегӯянд. камакак фикри шумо дар бораи ин? вақте ки бори аввал ба Бухоро ташриф овардем, аввалин ҳамин ҷое ки мо омадем ҷо ташриф овардем, пеши назар аввал асарҳои устод айнӣ пеши назар меояд ки устод айнӣ чӣ тавр ҳаминҷоро тасвир карданд, чӣ аз ҳамон давраи ҷадидия ва дигар асарҳои устод ки новобастае ки устод дар Самарқанд ба сар бурданд, аммо дар бораи Бухоро, дар бораи ҳамон давраи амирии Бухоро китобҳо таълиф намуданд. واقعا با تشبث امروز با تشبث نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان روزنامه جمهوریت ما یک گروه هیئت کارمندان ایجادی و تکنیکی روزنامه و مهمانان به بخارا که یکی از مرکزهای تمدن شرق و آسیای مرکزی به حساب می‌روند تشریف آوردیم. واقعا طوری که آگاه هستیم روز 5 مای بین اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و اتحاد ایجادی ژورنالیستان ازبکستان سازشنامه همکاری به امضا رسید و اعتماد و باوری داریم که در آینده نیز همکاری‌های بین اهل قلم جمهوری تاجیکستان و اهل ایجاد جمهوری ازبکستان باز هم قوی می‌گردد. به شک وقتی که ما بیگانی به مرکز بخارا رسیدیم، اولا همون جایی که ما می‌بینیم مکان‌های دیده ایستادیم، به شک همون اثرهای استاد صدرالدین عینی پیش نظر میاد و همون اثر و همون حکایت‌های صدرالدین عینی پیش نظر جلوه می‌کند. البته ما جوانان خرسند از آن هستیم که امروز در شهر در بخارا هستیم و همه دوستانی ازبک زبان ما یا اینکه تاجیک زبان ما خطی می‌نشینیم صحبت میکنیم. البته این همکاری ها امضا شده است. ما بیشتر میتوانیم همراه ژورنالیستان یا روزنامه‌نگاران ازبک ما در تاجیکستان صحبت ها و کنفرانس های زیاد را گذرانیم و همون گسترش دهیم، همکاری ها را بیشتر نماییم. البته من بالاتر هم گفتم باری اول است که به جمهوری ازبکستان تشریف می آورم. خیلی خرسندم، خیلی شاد هستم از مهمان نوازی دوستان ما از ازبکستان، از پیشوازگیری از دوستان ما. تشکر زیاد برای مهمان نوازی دوستان ما. سلامت باشید. سرول درود و سلامی خود را به کل مردم شریفی بخارا میرسانم و خب من باید قید نمایم که این سفر نخستین من به خارج از کشور است و باعث افتخار است که مخصوصا سفر اولین من به شهر سمرقند و بخارا، شهرهای قدیمی و باستانی صورت گرفت. خب امروز آمدیم بخارا، حالا بس تماشا نبر آمدیم. خب از تأثیرات من از همین شام به نهایت خوب است. ما در اولین قدم هایی که به خاک ازبکستان گذاشتیم خود را در جای بیگانه حس نکردیم. ما گمان کردیم که در وطن خود باشیم. این تصورات اولین ما بود و در طول 2 روزه که ما در سمرقند بودیم بار دیگر این اندیشه در ذهن ما دیگر باره قوی شد که هیچ یک عامل نمیتواند مانع رابطه های دوستانه و برادرانه دو خلق گردد. و هر جا که ما بودیم سخن از دوستی بود، سخن از برادری بود، سخن از ریشه های تاریخی بود. مرحله نوی مناسبات دوستانی که در سطح رهبریت عالی دو کشور
оғоз гардид мо рӯзноманигорон вазифа дорем ки онро дар татбиқи ҳамон ташаббусҳои сарварони ду давлат саҳм гузошта бошем. Бухоро дар зеҳни мо, дар тасаввури мо тавассути ҳамон асарҳои адабии насрӣ ончунон нақш баста буд ки бовар мекунед ки он чуноне ки дар мо тасаввур мекардем дар зеҳни мо нақш бастагӣ буд ҳамон тавр дарёфтем. шояд пагоҳ ин тасаввуроти мо ғанитар мешавад, вале то ҳамин соат он чӣ ки мо аз хондаҳо ва аз шунидаҳо тасаввур мекардем онро дидем. من فکر میکنم پگاه وقت میوبید تا همون جایهایی که رودکی ما نوشته از بوی جوی مولیان آید همون جایها رو تماشا میکنید، همون جایها رو میبینید و همون مقبره سامانی که این تاریخ میگه، تاریخ ما هست و من فکر شما رو میخواستم که در آینده نقشه ها چی خیلی ما روزنامه‌نگاران یک نیروی اساسی ایدئولوژی جامعه هستیم و ما من بعد نیز باید کوشش کنیم که در ترغیب تحکیم دوستی و روابط مردمان تاجیک و ازبک اقدام‌های بیشتر برای اندازیم. مهمان خرسند شود اگر وی از این شهر و از این دیار باز هم با عرض سپاس و منتداری این وطن این کشور را ترک میکند و باز دلش میکشد که باز بیاید، چون که همان قبول و گسیل کردن مهمان آمدن و رفتن وی علاقه مقرر میکند. برای همین من در این واخوری، در این ملاقات خیلی هم که صمیمی بود، از دل بود، از تمام وجود بود. من یک پذیرایی بسیار خیلی خوب اینجا انجام یافت. حالا و باز دوام دارد. فردا نیز بس فردا نیز این مهمان ها مردمی بخارا انشاءالله باز هم پذیرایی میکنند، صحبت و ملاقات ها با آنها دایر میکنند. من فکر میکنم این گونه روابط باید باز هم توسعه یابد، باز هم ادامه کند. ما ژورنالیستان خیلی هم یک بار وزنین باید برداشت گیریم که در این جاده خیلی هم نقش مهم بازیم. اصلا ملاقات ها رسمی نارسمی ندارن، ملاقات ها صمیمی یا ناصمیمی میشن. این یک ملاقات های بسیار صمیمی بود که حال من شروع شد و انشاءالله باز دوام خواهد کرد. یادگاری های معماری تاریخی بخارا از قبیل مجموعه معماری لبی حوض، طاق صرفان، طاق زرگران، طاق تلپک فروشان، مدرسه میر عرب، مجموعه معماری ریگستان با منار کلانش، ارک عالیش، مقبره اسماعیل سامانی، چشمه ایوب و غیره حیرت و توجه و صمیمیت مهمانان را دوچند می‌افزود. شنیدن کی بود مانند دیدن گفتن. اکثریت مهمانان به شهر ما بار اول که تشریف آوردن این خوشبختی است که حیرت و توجه آنها حد و کنار نداشت. سپس در مرکز ملی مدنی تاجیکان بخارا سیاحت و واخوری روزنامه‌نگاران تاجیک جنبش گردید. از جانب مهمانان در مرکز ملی مدنی تاجیکان تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شد که در بین آنها کتاب‌ها، روزنامه‌ها و این چنین پورترت کلان که در آن سروران دو کشور عکس اندازی شدند، آن همچون رمز دوستی فنا ناپذیر به سطح دولتی هدیه کرده شد.